کسی که ضمانت بده که این یک ماه رمضان درست روزه بگیره، رمضان یه دری داره تو 80 در بهشت. خود رمضان یک در ویژه داده مخصوص خودش، تو رو از اونجا عبور میده. اون در اسمش چیه؟ ریان، باب ریان. یک در مخصوص روزه. در رمضان خداوند درهای جهنم و بسته و درهای بهشت رو همه باز کرده و به بهشتش گفته خودتو زینت بده، هر چی داری، با وجودی که تو مزین هستی بهشتی. نزدیکه که بندگان روزه‌دار من مشکلات دنیا رو پشت سر بگذارن و به سوی تو بشتابن. و در حدیث آمده که اول هر روز رمضان 2 فرشته در گوش انسان میگن، یکی در گوش راستش یا باقی الخیر ابشر، ای کسی که دنبال خیری بشارت به تو، ماه خیر و برکت آمد. و در گوش چپش میگه یا باقی الشر اقصر، ای کسی که دنبال شری کوتاه بیا، ماه خیر و برکت آمده. چرا تو ماه خیر و برکت هم دنبال شری؟ دست بکش بیا، این غرورتو خرد کن.